اگر عزیزترین فرد زندگیتون زیر یک ماشین گیر کنه، انقدر خونتون به جوش میاد که تنهایی ماشین رو بلند میکنید، ولی در حالت عادی نه. وقتی که یک سگ وحشی دنبالتون میکنه، با تمام نیرو و سرعت بیشتر از حالت عادی شروع به دویدن میکنید تا سگ شما رو گاز نگیره. دلیل این اتفاقای به ظاهر قهرمانانه چیه؟ هورمونی به اسم آدرنالین. اینجا کانال دانستنی فارسی فکت و موضوعهای جالبی براتون آماده میکنیم. پس ما رو سابسکرایب کن و بعدش بزن بریم. آدرنالین توسط یک فیزیولوژیست لهستانی و از پیشگامان قدرت درونریز و متابولیسم بدن به اسم ناپل اون سایبولسکی در سال 1895 کشف شد. بدن ما چند قده مهم تو سراسر خودش داره که یکی از مهمتریناش فوق کلیه است که بالای کلیه ها قرار دارن و به اندازه تقریبا یک بادمه، ولی اثری که داره به اندازه یک اقیانوس هم میتونه باشه. فوق کلیه 2 تا بخش داره، مرکزی و قشری. از قشری 2 تا هورمون معروف که همتون شنیدین ترشح میشه، کورتیزول و آلدوسترون. از بخش مرکزی هم آدرنالین قصه ما و داداش دوقلوش نور آدرنالین به داخل خون ترشح میشه. حالا چی این غده فوق کلیه رو کنترل میکنه؟ ارگانی به اسم هیپوفیز توی مغز. آدرنالین یا اپینفرین به هورمون جنگ یا فرار معروفه، چون که وقتی توی وضعیت استرس‌زا یا خطرناک و هیجانی قرار داری، از غده فوق کلیه ترشح میشه و وارد جریان خونت میشه تا بدنت آماده مقابله با اون اتفاق پیش رود و سیستم عصبی رو برای پاسخدهی به اون اتفاق فعال میکنه. حالا جریان مسیر ترشحش خیلی جذابه و شاید فکرشو نکنید که داخل بدن ما چنین هماهنگی صدم ثانیه‌ای وجود داره. داستان اینه که وقتی توی شرایط هیجانی قرار میگیریم، اطلاعات محیط به بخشی از مغز ما به اسم آمیگدالا فرستاده میشه که مسئول پردازش احساساته. آمیگدالا خودش یک پیام به یک غده مهم دیگه به اسم هیپوتالاموس میفرسته که این غده پیام رو به هیپوفیز ارسال میکنه و در نهایت هیپوفیز به فوق کلیه دستور ترشح آدرنالین رو میده. مثلا زمانی که یک اتفاق غیر منتظره میفته و بدنت بهش واکنش سریع نشون میده، مثل وقتی که داری دوچرخه سواری میکنی و یه بچه میپره وسط خیابون و تو نسبت به این اتفاق توی صدم ثانیه واکنش نشون میدی. در سقوط آزاد، استادیوم های فوتبال و ترن های هوایی هم آزاد شدن آدرنالین رو میتونی حس کنی. این هورمون باعث این اثرات روی ارگان‌های بدنت میشه که نسبت به اون شرایط آماده بشه. افزایش فشار خون، افزایش ضربان قلب، تقویت حواس، کاهش حساسیت به درد و گشاد کردن مردمک و در کنارش لرزش اندام و زیادی عرق کردن هم رخ میده. اما گاهی وقتا آدرنالین زیادی باعث ایجاد حملات پانیک توی آدم میشه که مثلا فرد شروع به احساس کردن ترس شدید میکنه و توی قفسه سینه‌اش درد داره و ضربان قلبش شدید میشه و سرش گیج میره که اینها علائم خوبی نیستن. این هورمون میتونه اعتیاد آورم باشه، به خصوص برای کسایی که دنبال هیجان زیادی هن، مثل سقوط آزاد و مسابقات اتومبیلرانی. با این حال آدرنالین زیادی مشکل سازه، به خصوص برای کسایی که استرس مزمن رو توی زندگیشون تجربه میکنند، چون باعث آسیب به ذهن و بدن انسان میشه. این آسیب‌ها مثل مشکلات گوارشی، سردردها، گرفتگی عضلات و بیخوابی که همه ناشی از آدرنالین زیادی و طولانی مدت برای بدن است رو تشکیل میدن. یک سری شغل‌ها و موقعیت‌ها هستن، مثل کار کردن توی بیمارستان یا مثلا در نیروهای نظامی که یک استرس و افزایش آدرنالین در روز همیشه وجود داره که به فرد ضرر میرسونه. واسه همین چند تا پیشنهاد برای این افراد گفته میشه که میتونه بهشون خیلی کمک کنه. اولیش ورزش روزانه است، مدیتیشن، تنفس عمیق، استراحت ذهنی و خوردن غذاهای سالم و انجام یوگا. آدرنالین داستان ما به صورت دارو هم مصرف میشه، به خصوص برای افرادی که دچار شوک آنافیلاکسی شده اند. شوک آنافیلاکسی چیه؟ یک نوع واکنش شدید بدن به یک عامل مثل نیش زنبور
یا بادام زمینی و یا هر چیز دیگری میتونه مثل اینا باشه که اگه درمان نشه میتونه جون فرد رو بگیره، چون فرد دچار تنگی نفس، کاهش خونرسانی، پف کردن صورت میشه و حتما باید بهش دارویی مثل اپینفرین یا همون آدرنالین تزریق بشه. یک نکته بسیار جالب راجع به آدرنالین وجود داره که همه ماها توی زندگیمون تجربهش کردیم. اونم اینه که وقتی شب میشه و ما راجع به اتفاقات فردا نگرانیم و استرس داریم یا به اشتباهاتمون فکر میکنیم، باعث میشه که ذهنمون آشفته بشه و به خواب نریم. آدرنالین دقیقاً عامل همین به خواب نرفتن ماست که با فکر کردن به این موضوعها ترشح میشه. چرا؟ چون که مغز ما گول میخوره و فکر میکنه که الان توی شرایط استرس‌زایی هستیم، ولی در حقیقت در اون لحظه خطری جلوی ما نیست که بدن ما بخواد واکنشی نشون بده و ما روی تختیم. واسه همین انرژی اضافه‌ای که از ترشح آدرنالین به ما وارد میشه هیچ فایده‌ای نداره و فقط باعث بیقراری و سخت خوابیدن ما میشه. کار کردن با گوشی و لپتاپ و دیدن تلویزیون قبل خواب هم میتونه همین اثر رو روی ماها بذاره و خواب ما رو هم به هم بریزه که هر ستای اینا با افزایش آدرنالین همراه هستن. در کل آدرنالین به صورت طبیعی همراه بدن ما هست و واسه بدن ما خیلی هم مفیده. ولی اگه احساس کردید که زیادی تو معرضش هستید، باید با مواردی که پیشنهاد دادیم کنترلش کنید. Hey, you're coming. What? All right? Yeah. و اینم یادتون باشه که با افزایش سن ترشح آدرنالین کم میشه. واسه همینه که افراد مسن واکنش پذیری کمتری دارن. این ویدیو رو من برای چشم و گوش‌های زیبا و خفن شما ساختم و در عوض ازتون میخوام اون انگشتان هنرمندتون رو تکون بدید و کانال فارسی فکت رو سابسکرایب کنید و ویدیو رو هم مرامی لایک کنید. ممنونم ازتون.